یو چطور رفقا، من پوکرم و خوش اومدید به یه لحظه سکوت. اینو زدم یه لحظه برگشتم حس کردم یه نفر دیگه باید باشه، دیدم دو نفرن، یکیشو زدم با یه اسلاید تق حال کردی. تموم شدم؟ آره داشته 2 ثانیه تموم شد. آره خلاصه زیاد کشش نمیدم بعد این مچ، یعنی جنگ و دعوا و فوش کشی شد تو لابی. خلاصه کارمون کشید به دوئل و اینجور چیزا و رفتیم دوئل. خلاصه بنده باختم. بله خیلی هم عجیب بود باختم، نمیدونم چجوری باختم. پرکنه‌ای در اون نذارید، خیلی رو مخه. خلاصه باختیم و باختم، یعنی من بودم و با پرو تیم مقابل دیگه، خلاصه پرو پلیرشون گندهشون. و خلاصه من این وسط اومدم گفتم بیایم بریم تک به 3 بزنیم و اگه بردین یعنی به تعداد کیل دیگه، اگه بردین به نفر اولتون 500 تا سی پی میدم، به نفر دومتون 400 تا. در کل باختن، ولی خب قرار شد که اگه همین پرو پلیرشون که ازم باختن، اگه بیاد یه دونه مش دیگه بزنیم، اگه بردش من هم این 900 تا سی پی رو بهشون میدم، هم یه 1500 تا سی پی به اونی که منو برده میدم، یعنی همون پرو پلیرش. و در کمال تعجب اصلا خودم باورم نمیشه و رفتیم دوباره من باختم، خودم پشمام ریخته و یعنی 2400 سی پی باخت. زبونم اصلا اسمش آوردم زبونم گرفت. ولی خب بعدش 2 تا مچ دیگه هم زدیم و این یکی از اون 2 تا مچ‌های مچ اول فکر کنم 17-19 شدیم. این مچ هم که حالا ببینید دیگه، نمیخوام بهونه بیارم، ولی خب اون 2 تا دست اولی که باختم که سر سی پی هم بود بدبختی، ما همون 2 تا دستم باختیم. حالا اینی که داریم میزنیم دیگه شرط هیچی نیست. خلاصه دستم گرم نبود و اینا، درست نمیتونستم صدا پا بگیرم و بله اینجوری شتک میشیم. شاتو داشتی خدایی. سیزن جدید نمیدونم زیاد دارم میس میدم، یعنی اینجوری که ایمم روی یارو میزنم بعد اصلا عجیب غریب نمیخوره. سیزن جدید کلا کالاف دیگه ریده. حالا من این وسط یه چند جا رو کات میکنم و اینا، بخاطر اینکه زیاد نمیخوام ویدیو طولانی باشه. در کل سیزن جدید کالاف ماشاءالله ریده، هم بتلش هم مولتیش. نمیدونم مایکو باز میکنی میبندی اصلا باگ میخوری، یه 3-4 ثانیه مکس داره. بعد مولتی بخوای جامپ بزنی بپری یه جا تا بیاد و بپر و بشینه 2-3 ثانیه هم اونجا مکس میکنه. خیلی عجیب غریب شده، من نمیدونم کالاف داره چی کار میکنه. حالا من شنیدم میخواد این وارزون موبایلش کنه، نمیدونم اسلاید و این سبک ایم گرفتن و اینجور چیزاشو همه چیزشو میخواد این وارزون کنه و سرورهای وارزون رو ببنده. و پلیر مقابل ببین نه خیلی قویه نه خیلی نوبه، میدونید قابل پیش بینی نیست. یعنی اکثرا من با پلیرها که پلی میدم تک به تک و اینا میفهمم مثلا یارو از کجا میخواد راش بده، کی میخواد بیاد. ولی این بعضی وقت اصلا نمیشه هیچ جوره پیش بینیش کرد. یهو میبینی از مثلا انتظار داری از سمت چپ بیاد، یهو از راست میپره یه جوری میزنه تو اصلا پرای آدم نمیره. ولی خب در کل خیلی عجیب بود، نمیدونم چجوری باختم. حالا اون 2 دست دیگه همون 2 دستم سر سی پی بود، بد شانسی من. ولی اب نره، نوش جونت داشت. حالا گفتی که سی پی نمیخوام بزنم، پولو بزن که چیز کنم. میخوای مثل اینکه اکانت میخواستی بگیره. به هر حال اگه اکانت گرفتی مبارکه. و اینکه این ویدیو رو هم واسه رفیقات بفرست، بهشون بگو لایک کنن ساب کنن. واسه ما حداقل یه هزینه کردیم بذارید یه ساب یه ویدیو یه چیزی بگیریم دیگه. حالا ما که درآمد خاصی نداریم از این ویدیو و اوضاع یوتیوب هم که ماشاءالله روز به روز داره بدتر میشه. خلاصه لایکو بزنید دیگه، دمتون گرم. و اینکه زودتر ساب کنید. کنم الان 76-77 تا ساب دارم، به 100 تا برسم یک کار خیلی باحال میخوام انجام بدم، خیلی جالبه. خلاصه از اون جا نمونید دیگه، حیفه.